علی خدایی می کند. ما میگیم علی خدایی میکند، اما برای ماسو الله نمیگیم علی خداست. هر کسی به مقام بندگی برسد خدایی میکند، ولی برای کی؟ و شما ابد از علی کسی را پیدا نمیکن. خدایی میکند ولی خدا نیست. یه مثال بزن ما رو راحت کن، و اون این که اگر مدتی آهن در کنار آهن ربا قرار بگیرد چه خصوصیتی پیدا میکند؟ بله؟ خب بلند بگو دیگه. در حالی که آهن ربا نیست. اما کار آهن ربا. علی کار خدا نیست، اونم به اذن الله، اونم به اذن الله. اینو قلوب بهش نمیگم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بگو کسانی را که جز الله فریاد رس خویش می پندارید به فریاد بخوانید. آنها در آسمان ها و زمین به اندازه ذره‌ای صاحب اختیار نیستند و در تدبیر آنها هیچ مشارکتی ندارند و الله در میانشان هیچ یاور و پشتیبانی ندارد.